سابقه کاری هم که نداری. لطفاً از فردا با این استایل نیا. اینجا بچه‌ها همه فرم دارن، پیراهن بپوش. چشم. خیلی هم عالی، خوبه. فقط فراموشتون نشه با مهندس تماس بگیرید. حالا حتما امروز تماس میگیریم. به پیشنهادم فکر کردی؟ گفتم این رابطه در حد همکاریه. حوصله شکستون ندارم رامی. چونی بهم اعتماد کنی تا شما نمیشه. ولی بودی هیچ وقت نری؟ کجا رو دارم برم؟ من پیش تو حالم خوبه. تو یه وقت نری. او به به چی درست کرده. غذا که دوستش رو باید بخورم. دست دمت کن. هیچ چقدر دست به گوشی زدی؟ کی بود؟ کس خاصی نبود. قلب سیبش کردی. تازگی خیلی شکاک شدی هما. چرا گوشی ها دستم چنگ میزنی؟ این بده بازه چه هما؟ چرا جوری داری وانمود میکنی انگار مقصر منم؟ شک داری به؟ خودم الان تو گوشی چیزی دیدم. چرا گوشی ها دستم چنگ زدی؟ چرا گوشی ها دستم چنگ زدی؟ هما. چرا گوشی ها دستم چنگ زدی؟ داری به من خیانت میکنی. بله؟ باشه سریع خودم میرسونم دفتر. رامین آقای راشن کجاست؟ صبح شرکت بودم ولی پیش پاتون رفتم برای خانمشون هدیه بخرم. برای خانومه؟ بله. ممنونم. خواهش میکنم. هدیه؟ شاید به خاطر دیشب که بس کردی میخواد برام هدیه بگیره. بی خود قضاوتش کردم. مامانم کجایی؟ سلام عزیزم. خوبی؟ من شرکت هم بهت زنگ میزنم. دوست دارم. خداحافظ. اما چطور ما؟ چه اینجوری میکنی؟ چیه؟ نکنه هنوزم مشکل از منه؟ نکنه هنوزم دیوونه منم؟ توضیح میدم برات. چیو برام توضیح میدی؟ روز اول تو یادت رفته؟ روز اول تو یادت رفته من بهت پر و بال دادم، من کردمت، اینی که الان هستی حقت بری با زیر دست من بهم خیانت کنی. بابا بهم فرصت دیگه بده. منو دوست دارم. فکر کردی میذارم بری؟ داری کجا میری رامین؟ مگه من چیکارت کردم میخوای ترکم کنی بری؟ چرا اون موقعی که من نمیخواستمت نرفتی؟ الان که تو اوج احساساتم کجا داری میری؟ چیکارت کردم رامین؟ واقعا مفهوم. تو میدونی من چقدر تلاش کردم تا دوباره بخوام، تا دوباره بهت اعتماد کنم. با تو هم رامین مگه من چیکارت کردم؟ کجا میخوای بری الان؟ بیا. رامین نه پیلا خونه است.